در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است. در جوانی عبادت را باید لذت دانست. در جوانی عمرها را غنیمت دانست که روز پیر می شویم، روز خسته می شویم. از عالی می پرسیدند جنت چند قدر راه است؟ در جواب گفت جنت یک قدم است. اگر ما را یک مکان زیبای دنیا را تعریف کنند، آرزو میکنیم که خداوند برایم دست بدهد که این مکان را بروم دیدار بینی کنم. اما زمان صفت جنت را علما میگویند این مرد گفت جنت چند قدر راه باشد؟ عالم گفت یک قدم است. دور نیست جنت. اگر قدم اول را در بالای نفس بگذاریم، اگر بالای نفس قدم تا بمانی، برادرم قدم دویممان در جنت میرسد. اما افسوس صد افسوس که بالای نفس